سلام خدمت رفقای سکانس. اینجا چنل یوتیوب کامیونیتی سکانسه. به قسمت اول برنامه میزبان خوش اومدید. اینجا قسمت اول میزبانه. ما توی سری برنامه‌های میزبان توی یوتیوب قراره که با افراد مختلفی گفتگو کنیم. برای قسمت اول امیرزاده عزیز رو داریم. سلام علیکم. دوربین هم کدومه؟ دوربین شما؟ اون دوربینت و اونم که سلام میگیره. همش سلام کردم. اصلا بگم چه امکاناتی هست. بهونه‌ای بود برای می‌خواستی ما رو خوبید؟ خسته نباشید. خیلی مخلصیم. آقا امروز ایونت داشتیم. بله چه ایونتی؟ اولین ایونت داشتیم. چه ایونتی؟ ایونت داشتیم. چه ایونتی؟ اولین ایونت حضوری امیرزاده با مخاطباش جمعه 23 آذر که برگزار شده. همین 2 ساعت پیش تمام شد. یعنی بچه‌ها فکر نکنن ما مثلا فرداش اومدیم سر نه تنور داغ بود چسبوندیم دیگه. پس تا آره چه اتفاقی بود؟ اوکیه. آره پس تا تنور داغه و چسبوندیم و اینا. از حس حالت بگو دوست داشتی یا نه؟ ببین خیلی خفن بود واقعا. این تجربه فوق‌العاده بود. کام شما هم چسبید دیگه نه؟ ناهار خیلی خوب بهمون دادن. خیلی حال داد دیدن مخاطبان نزدیک. واقعا حس خیلی خوبی بود. و اینکه بهشون چسبید خیلی حال داد دیگه. مهمترین پارتش این بود که اونا حال کنن. آره. و میدونم که خیلی حال کردن. استرس و اینا که اصلا نه انقدر ماشاءالله حرفه‌ای بودید که اصلا من استرس نداشتم. دم شما گرم. توی ایونت همه چیز خدا رو شکر ما به میل بود. آره خیلی عالی واقعا. یه چیزی که من توی ایونت خیلی دقت کردم، حالا چه تو ولاگا چه توی این که با بچه‌ها صحبت می‌کردیم، این بودش که خیلی راحت بودین، خیلی خاکی بودین با بچه‌ها. خواستم بدونم که این کلاً تو سبک شخصیتی یعنی این شکلیه یا نه مثلا یه چیزی بودش که مثلا برای این ایونت دلت می‌خواست با مخاطبای خاصت اینجوری؟ من نمیگم مثلا خاکی ام و اینا، ولی 100% هست. غرورم تو کارمه مثلا. یعنی نسبت به اون کاری که انجام میدم غرور دارم. نسبت به کاراکتر خودم غرور خاصی ندارم. یعنی مثلا غرورم واسه اونجایی که بخوام در مورد کارم صحبت کنم. یعنی تو رفتارم غرور خاصی ندارم واقعا. نیازی هم به نظرم نیست دیگه. من میگم یه ذره بریم از اول ماجرای ایونت بهش بپردازیم. باش. اول که ایونت منیجر ما هانی پشت دوربین الان بهش خسته نباشید میگیم. بعد ارتباط گرفت و پروپوزال و اینها فرستاد. آره. حس اولیت وقتی پروپوزال رو دیدی و پیشنهاد رو گرفتی مثلا اولش دو دل شدی یا نه بیشتر اوکی بودی بیای؟ چی بود داستان؟ من پیامی که داد پیام باحالی بود. یعنی مدل انرژی خوبی داد. اوکی بود پیامش. حس خیلی چیزی نداشتم. بعد وب نداد. بعد دیگه رفتم نگاه کردم مثلا اینستاگرام سکانس و اینا رو. هم با لحن خود خوشم اومد. باحال صحبت می‌کردی. انرژیتون مثبت بود. بعد ویدیو رو که دیدم مثلا کوالیتی کار خیلی حال کردم. اینکه یه تیمی جمع شده نمیدونم ایونت داره میذاره بعد به این کیفیت و نظم و اینا خیلی بهم حال داد. مثلا که اول ایونتتونم با خانم مریم خواجوی بود. ایونت مثلا اون که تونستید یه ایونت اول واسه خانم برگزار کنید معمولا سخت‌ترم هست به نظرم. آره که از عهده‌اش بر اومده بودید و خیلی حال کردم. من خیلی در لفافه میگم که موافقم و از سختی‌های کار نمیگم. آره زیاد به سختیاش نپردازیم. از یه چیزی بگم این ایونت قطعاً من خیلی بیشتر دویدم ولی به خاطر سختی کار نبود. به خاطر این بود که یه ذره برنامه‌های متنوع‌تر و خفن‌تری داشتیم. نه اینکه بخوایم برای ایونت قبلی‌ها کم بذاریم، سوء تفاهم حالا پیش نیاد. ایده بالاخره میرسه جلوتر به آدم و اصلا هر چی جلوتر میره آدم قطعا چیزای بعد به هانی گفتی اوکی. آره اوکی دادم. گوگل میت قرار گذاشتیم با هم صحبت کردیم. آره ما گوگل میت که اومدیم یه دفعه کامرا رو روشن کردی و با همون ویویی که مثلا اون چیزی که امیرحسین بهم گفته، امیرحسین با مثلا چند دقیقه باهاش صحبت کردی؟ یه 40 دقیقه داشت. یه 40 دقیقه باهاش صحبت کرده، هر 10 ثانیه یه رکب می‌خورده تو. آره یه داستانای عجیب غریبی بود. بعد اصلا اومد بالا کامرات. بعد من انتظار نشدم مثلا همونی که تو یوتیوب می‌دیدم و یه دفعه جلوم تو میت دیدم دیگه. منم تنها واکنشم این بود که زدم رو دوربینم روشن کردم. بعد مثلا امیر با مثلا یه دوربین گذاشته اصلا گفت اوه
پشت بلره مثلا من همونجوری اومد قبل سلام کردن اینجوریام که او پس باید دوربین روشن کنیم. بعد دوربین لپتاپو بس کردم و باحال بدالی خیلی. آره بک‌گراند خوبی داره اتاقم، خدا رو شکر آبروداری کردم. بعد کلا کامرام همونه، یعنی هر جا ویدیو کال کنم با همونم. من امیرحسین مثلا با یه شلوارک اومده بود. آره مثلا اینجوری بود، بالا تن کت شلوار پایین تن شلوارک. آره بعد صحبت کردیم با هم. حتی من داستان ویدیو یوتیوبم بهت گفتم و با همش اوکی بودی. آره پیشنهاد مالی که دادی خیلی شهر باشه. نتونستم رد کنم. آره ما چون چیزیم بچه پولدار و ایناییم، سواره اولیه زیاد. اما اول رقمو که گفتم داداش هر کاری دوست داری. وای یاد یه میم افتادم. امیدوارم فهمیده باشی کدوم میم. هر کاری دوست داری. بعد صحبت کردیم. من یه سوال دارم ازت. من گفتم آقا ما ایونت می‌خوایم برگزار کنیم تمام اینها. خب ایونت های ما رو دیده بودی، ایونت هامون خفن بود. من گفتم که ما می‌خوایم باید ویدیو یوتیوب بگیریم که رسیدیم به اینجا که داریم میگیریم و اصلا بدون هیچ حرفی بدون هیچ سوالی اوکیه رو دادی. این که تعامل داری انقدر با مخاطبا و قبول می‌کنی همکاری رو از کجا میاد؟ یا با سکانس این بوده یا نه کلا این داستانه برات یه ذره راحت‌تره که با بقیه کار کنی؟ من کلا احساس کنم ببین شما خود الان ایونت باحال دارید برگزار می‌کنید دیگه. برای اینکه مثلا این ویدیو رو با شما نگیرم من اینجوریام که خب مثلا چه حالی دارم به اونم میدم. یه اکیپ ببین باحالی جمع شدن یه سری هدفا دارن دیگه حتما. من تو اون هدف کمک نکنم خب کار بهتون انگار دارم از یه معدنی مف استفاده میکنم، چه حسی دارم. چون این انرژی که شما گذاشتید وقتی که گذاشتید بعد برای شما هم خیلی منفعتی داشته باشه. خیلی من یه ایونت دعوت شدم برج تماس، منو چند تا یوتیوبر دیگه در دعوت کرده بودن. من پسره اومد داشت ولاگ هم میگرفت و ذوق اومد سمت من گفت مثلا امیررضا چطوری میشه با هم ویدیو بگیریم تو ولاگش؟ گفتم باشه میگیریم. بعد همون ولاگو قطع گفت واقعا ویدیو بگیریم؟ گفتم آره. بعد اومد استودیومون اصلا تو استودیو خودمون ستاپ خودمون. نه تو مزلن. آره با من یه میدنایت برعکس گرفت. اون از من سوال کرد. چه باحال. آره بعد شیرش هم کردم همه جام گذاشتم. تا آخرین ثانیه هم باورش نمیشه تو استودیو ما نشسته با ستاپ من داره میدنایت میگیره. دمش گرم. آره یعنی کلا دمت گرم. دمش گرم قبول کرده با میدنایت. اومده ازت پرسیده اومده جاتون دمش گرم باهات ویدیو گرفته. من بودم نمیگم. خیلی گارد ندارم، حس کنم باحاله انجام میدم. آره گارد خاصی ندارم. آره بعد شماره‌مو گرفتی و شماره‌تو گرفت و پادادی و پادادی میگه شماره‌شو داد. آره پادادی و این که سهیل یه ذره الان داره کمتر صحبت میکنه و اینه که تا اینجا فعلا با هم در ارتباط بودیم. نقشی نداشت. آره نقش عمیق بودم. نه آقا چه حرفیه. نه نقش سهیل کم کم الان هی آشناستم. بعد اومدیم جلوتر دیگه تاریخ معین کردیم براش 23 آذر. من اصرار داشتم که بندازیم یه هفته قبلش و خدا رو شکر که قبول نکردین. یعنی خدا رو شکر که قبول من حالا به خود امیر گفتم قبل ویدیو ما هودیامون روز قبل ایونت رسیده، یادگاریامون روز قبل ایونت رسیده، نه که ما دیر رفته باشیم پیشا. مثلا یه داستانایی پیش اومد که یارو مثلا دیر فرستاده، ما یادگاریامون از سمنان اومده. سمنان وجود داره. من اینو فهمیدم سمنانی‌ها وجود دارن. یک فرد سمنانی برای ما وجود داره. اینا الکی میگن سمنان که نتونید پیداش بکنید. هودیامون از سمنان رسیده، یادگاریامون از اندیشه اومده، شرق اندیشه و یه ذره این فواصل دور باعث شد طبیعیه اینجور کارا همینه. آره بعد اینها رسید. خیلی خوشگله آخرا باحاله. آره موزگنگه و چاپ این خیلی با کیفیت بود، حال کردم. دم شما گرم. کیفیت. این که ما داریم به چی میخندیم داستان اینه که ما اینا رو بهمون رسونده بودن، اون ورش نگاه کنید نداریم ما لوگو. کسی که میخواسته اینو چاپ کنه تو پی اس دی که ما بهش تحویل دادیم برش اوپاسیتی لوگوی ما رو کم کرده. آینه هست؟ بعد چاپ هست یه ذره نگاه کنید یه ذره هست. بعد ما از ایونت اولمون که استیکر مخفی. آره ما ایونت اولمون استیکر یادگاری داده بودیم. آره. بعد امیر عباس حاصلخیز که یه شات اوت هم از اینجا بهش بدیم، الان سوشال مدیا منیجر ماست، کمک سوشال مدیا منیجر ماست. ایونت اول به عنوان مهمان شرکت کرده بود. بعد ما بهش داده بودیم یادگاری نگه مدیر شبکه اجتماعیتون هست. بله و مدیر شبکه اجتماعی مونه. حداد عادل باهاتون قرارداد داره.
شبکه‌های مجازیمون رو بله. هندل میکنم. هندل فارسی دارین چیزی به ذهنش رسید؟ هندل فارسی نیست. هندل اصلا نه نیست دیگه. میگم سعی کنیم مثلا فارسی بگی. چی میکنن؟ تو فارسی چیکار میکنن؟ دیگه سعی نکردم فارسی بگم. گفت شبکه‌های اجتماعیمون رو هندل میکنه. خب نه آقا دوستانی که در ایونت تشریف آوردن، من فکر میکنم امیر مثل خودم. من وقتی متوجه میشم یک آدمی خوراک شوخی کردنه خیلی باهاش شوخی میکنم. بعد من خودم خوراک شوخی کردم. امروز تو ایونت واقعا من اینجوری بودم که خب باشه اوکی هر چی میخوای بگی. خاطر ثانیه یک دارم اذیتت میکنم. آره اذیت که نمیشم. باحاله واقعا باحاله. بعد رفتیم جلو تاریخ انتخاب کردیم. میگم تاریخ انتخاب کردیم. عروسی بوده. آره تاریخش رو مشخص کردیم ایونتو. بعد رفتیم سراغ این که من یه ذره تصمیم گرفتم که با مخاطبای امیرعزت ارتباط بگیرم. گروهتون رو میدیدم، هم گروه خودت هم گروه مونسو از دور میدیدم، ولی اد نبودم که بخوام صحبت بکنم. اد شدم، صحبت کردیم و مخاطبات چقدر مثل خودت خفنه جدا میگم. و یه چیزی بگم، من تأثیر تو روی مخاطبات رو دیدم. یعنی واقعا تأثیر داره. خب آدم یه سری افراد رو خیلی دنبال میکنه، خواه نخواه تأثیر میگیری هست. ولی کلا به نظرم آدما وقتی یه تولید محتوایی میکنن هموایی به خودشون رو جذب میکنن. یعنی مثلا اون آدمی هم که میاد هموایی به امیره، به خاطر همونم انگار مثلا تو همون فازیه که داری باهاش صحبت میکنی انگار فاز قطعا آدم حسابی رو جذب میکنه. ولی خب باز این خاکی بودن بچه‌ها، اینکه احترام نگه میدارن، تمام اینا فکر میکنم از من همیشه مثال میزنم. مثلا توی مهمونی اونایی که فوتبالی هم میرن مثلا جلوی تلویزیون میشینن فوتبال میبینن، من پلی استیشن یا ما بازی میکنن، همه اون گروه خودشون رو پیدا میکنن. توی یوتیوب و فضای مجازی هم همینه. یعنی هر کسی میره گروه خودش رو پیدا میکنه. منم قطعا خب مخاطبام شبیه تر به منم، من به اونا شبیه ترم. انگار اکیپیه که خب همدیگه رو پیدا کردیم و خوشحالم که الان اکیپ خوبی داریم باحال همش. بعد رسیدیم به یه ذره جلوتر. من خیلی تعامل داشتم دیگه واقعا تعامل. یکی اومد، بعد یکی اومد تو ناشناس برام من مخ یکی زده تو پی وی بچه‌ها. بعد یکی اومد ناشناس من نوشت چقدر تعاملت با مخاطبات کمه. بعد من اینجورم که نه از اون موقعی که اون آدم از اون موقعی که اون آدم گفته تو چقدر تعاملت کمه، مثلا ساعت 5 صبح هر روز راست میگی. امروز 6 صبح لایو شده بودی. 6 صبح لایو شدم. یه اتفاق باحالی که می‌خواستم تعریف نکنم اون تعریف کنم. گفت فهم دیگه. گفت کی اومده تو لایوت، گفت امیر عباس. رایگان دعوتش کردی. بچه‌ها فکر می‌کنم نمیدونن ما 5:30 صبح لایو شدیم با امیر عباس و خب هیچ کی بیدار نبود که بیاد. خود پسرم هم گفت خودش من فری اومدم. آره. بعد من یه دفعه برگشتم گفتم امیر عباس هر کی الان بیاد تو لایو ساعت 5:30 صبح که ایونت رو ثبت نام نکرده باشه ولی بتونه بیاد، من میگم رایگان پاشو بیاد ایونت. و حسام اومد. اینجاست که میگن شب بیداری بچه‌ها نتیجه داره. اینقدر والدینتون میگن زود بخوابید نه. میگم فن پیجام گفت من بودم ولی ضایع شدم، نمیتونستم بیام. اولی که فن پیجات اومد برام بهش گفتم مسافرت بود. آره گفت همین، گفت نمیتونستم ضایع شدم. آره. بعد من تعامله رو گرفتم. حتی یه اتفاقاتی تو گروه مونس افتاد که اصلا اونا قابل تعریف کردن تو ویدیو نیست. اینقدر من تعامل کردم با دوستان. تعامل زیاد و بعد اینجوری بود که طرف چرا تعامل نداری با مخاطب؟ آره خیلی زده. حالا کاری که داری میکنی و میان چرا نمیکنی؟ آره ولی خب خدا شکر تعامل خوب بود، در حدی که یکی از بچه‌ها مهدی که ما دیدیمش امروز تو ایونت منو چهارشنبه دید. مهدی چیپس. بله مهدی چیپس منو دید دیگه، گفت حضوری برم شاید ببینم. دیدم یکی اومد جلوم گفت سلام منو میشناسی؟ گفتم 2 تا ایونت اول بودی؟ گفت نه من مهدیم جمعه میبینم. بعد من گفتم خب مثلا آدم انتظار نداره تو با یکی مثلا 2-3 روز چت میکنی قیافه تو رو یادش باشه. بچه‌های ما اینجوریه. آره واقعا موزگنگی عجیب. و این ارتباط رو گرفتم. یوتیوب خودتو بیشتر دنبال کردم، یعنی میدیدم ولی مثلا من هیچ وقت آدمی نبودم که مثلا 12 تا 5 بشینم پای استریم نشستم و میچسبه چقدر. من خیلی حال میده. من تجربهش نکرده بودم. خیلی میچسبه. خیلی واقعا. آره چون لایوه. آره الکی نیست چند هزار نفر واقعا
اون ساعت میاد. آره. تایم مدارس و اصلا جمع باحالیه. یعنی مثلا تو خودت هم همینجوری خیلی خفنی و خیلی داره مثلا شوخیات خفنتون، یعنی اون داره خیلی خوب ارتباط میگیره. اون شوخیایی که تو چت ها میکنن هم مثلا من دیدم خیلی باحاله. آره دقیقاً. آره خیلی به میچسبید این داستانه. یه ذره رفتم دراماهاتو دنبال کردم. تا حالا 5 تا دراما با هم دنبال کردی ببینید حالی میده. خیلی حرفه. بعد دراماهاتو یه ذره دنبال کردم که حالا اصلا بحث ویدیومون نیست، وگرنه خیلی سوال دارم ازت. حالا شاید بعدا خودم دوستان اصلا تیکه به شخص خاصی نیست. بعد دیگه هی اومدیم جلوتر و در حین این گفتم سهیل دیگه اونجا ورود کنه. من درگیر هماهنگی‌ها با امیر ایزد بودم و همین که هی با هم صحبت می‌کردیم، من هر تک وایسی که میدادم آقا اینو چیکار کنیم اونو چیکار کنیم، نظرتو میگرفتم، نظر میدادم، اینا همش کار تیم بود. یعنی من از گروه از بچه‌ها میگرفتم و میومدم پیوی تحویلت میدادم. اسم ببرم که بچه‌ها آره سهیل که خب هویج سهیل اسم اعضا رو میگم فقط آره که چی کارن و اینا. سهیل، ابراهیم الان پشت دوربینه، هانی پشت این دوربینه، امیر عباس پشت این دوربینه و توی این ایونت سینا جان هم پشت این دوربینه که شما رو میگیره. یه چیزی این کامرامنو که گفتی کامرامن، من میتونم تا صبح راجع به این دیگه نفری اومد گفت آقا من میخوام بیام ایونتتون رو ثبت نام کرد و اینا. این ایونت نه همین ایونت ثبت نام که نکرد ولی میخواد ثبت نام کنه. بابا برای خودت نوشت تو استریم. آره من می‌خواستم ایونتو فرستاد گفت من میتونم ولاگ بگیرم و اینا. مشهد بود. آره بعدش بنده خود برام توضیح داد. یه دونه توضیح داد. آره دونیت کرد توضیح داد دیدم تو استریم. کامرامن من آره این که باز بیاد ولاگ بگیره بچه‌ها. من گفتش که من میخوام بیام ولاگ، ولی کامرامنم سرما خورده. نمیدونم نه اون سربازه. آره میذاره اصلا اون. آره گفت کامرام سربازه، نمیگفتم کامرامن. خیلی دوست داشتم از مشهد بیام ایونتت برای یوتیوبم ولاگ بگیرم، اما به کامرامنم مرخصی ندادن، سربازه. کامرامن چی شد میگه می‌خواستم از مشهد بیام ایونتت برای یوتیوبم ولاگ بگیرم، ولی به کامرامنم مرخصی ندادن، سربازه. گفتم کامرامن سامساوری کامرامن نداره. من ندارم. چرا بهونه درست می‌کنید برای خودتون؟ چی بود یه بار دیگه درستش بخون. من میگه من از مشهد می‌خواستم بیام ایونت برای یوتیوبم ولاگ بگیرم، ولی به کامرامنم مرخصی ندادن چون سربازه. کامرامن نداشت. حاجی من با 5 سال سابقه ورزشی یوتیوب کامرامن ندارم، به محسن خودم با دست میگیرم. یه موقعی آقا بابا این بهونه نگیرید این چیزا رو، بیا ولاگ تو بگیر. با دست من میگیرم. خدا من محمد افشار اینا همه با موبایل دارن میگیرن خودشون. محمد افشار، علی سوری، مانی، عادل فردوسی پور کامرامن نداره. مثلا ما داریم ولاگ میگیریم مثلا از ایونت گوشیامونو در میاریم. برای توضیح رفیقم اون حرف. آره کامرامنم سربازه بهش مرخصی نداره. یعنی مثلا بعد نمیام سر همین موضوع. سامسا خدا بگو من کامرامن. آره در حین این کار درگیری بچه‌ها بود. حالا اتفاقی که تو کافه افتاد برای بچه‌ها که ایونت اومدن و این فضا رو دیدن، وسط این فضایی که ایونت برگزار شد یک دیوار بود و دیواره رو مثلا ساعت 3 صبح قبل ایونت اصلا اینقدر تمیز در آورده باورم نمیشه. منم همینطور. من نیومدم اینجا، هانی اینجا هندل کرد کارو و به من هانی داشته بیل میزده. واقعا میگه اینا. یعنی ما برای اینکه این ایونت برگزار شه بچه‌ها آره سهیل من میخوام یه ذره پاس بدم به تو که یه ذره از اون حال و هوای همکاریه و کارهایی که اتفاق افتاد بگی. خب هر کسی توی ایونت یه وظیفه خاصی رو داشت. مثلا امیرحسین مدیریت و اجرای ایونت رو داشتش، بچه‌ها نظم و کارهایی که منظم پیش بره، سر تایم پیش بره رو داشتن. حالا بحث تصویر و اینا. من قرار بود که ولاگ بگیرم از ایونت و امروز حسی که بهم دادش، چون خیلی تعامل داشتم با بچه‌ها، این بودش که ما چقدر بچه‌های خفنی داریم واقعا. مثلا رفتم باشون چیز بگیرم، حتی یکیشون هم نگفتن نه من مثلا خندم میگیره فلان میگیره، خیلی مسلط حرف زدن. اینکه و چقدر آدمایی هستن که قشنگ پتانسیل اینو دارن که بیان تو یوتیوب کار کنن. یعنی اصلا قشنگ سطح شوخی خیلی بالا بود، خیلی خفن بود. و بعدش هم که حالا هر چقدر جلوتر رفتش، من خودم
به اون قسمتی رسید که شما با بچه‌ها خودمونی تر شدید دیگه، به نظرم اونجا اوجش بود. یعنی خیلی واقعا آره خیلی چسبید اونجا. آره واقعا خیلی چسبید. و دیدم و همونجا هم شما دقت کنید مثلا هیچ کس بدون استرس، همه مثلا توی ویدیو مثلا خیلی قشنگ شوخی فلان اینا، خیلی باحال بودش. آره خودت نمیدونم اینو حس کردیش یا نه؟ آره خب این دلیلش اینه تو محتوام خیلی راجع به همین داستان اعتماد به نفس داشتن و اینا من زیاد صحبت کردم. و اکثرشون هم مخاطبای قدیمی منن، یعنی آره نگاه نکن یکیشون ازدواج کرده بود 7 سال مثلا تو رو دنبال می‌کردن، مثلا با خانومش اومده بود. بله من آره. اسمشون هم میدونم، زهرا و پویا. اصلا اینجام تبریک میگیم بهشون. ان شاءالله که خیلی پایدار باشن و خوشبخت. آره مثلا بچه‌ها همه منو 7 8 سال دنبال میکنن، اکثرا هم مثلا 14 سالشون بوده 15 سالشون بوده. آره. سنشون کم بوده، بعد خیلی از من تاثیر گرفتن، یعنی مثل رفیقشون بودم. بعد سر همین هم خیلی شبیهیم به قول شما، همین که رفتارشون هم خب خیلی طرف. مثلا من خیلی راجع به اعتماد به نفس اینا گفتم، اکثرا رو خودشون کلی کار کردن، دیدید که همه ماشاءالله کانتنت کریئتور بودن. دقیقاً. آره این خیلی باحاله و پر از ایده و پر از ایده. مثلا ما یه چیزی که تو ایونت اول و دوم داشتیم اینه که مثلا 50 نفر ظرفیت، مثلا 3-4 نفر میگفتن میخندیدن و جو مثلا سنگین ایونت رو از بین میبردن. ولی باز خب اون فضای ایونته فقط یه فاز مثلا سنگین شاید انتقال تجربه داشت که وقتی میرفتیم تو فاز سرگرمی از این حالت در میومد. اونم خوبه، اونم یه نوع ایونته، آدم هی باید همه چی رو تجربه کنه. خب اون مریم خواجوی خودش یه نوع ارتباطی داره، یه نوع محتوایی داره و شاید برای اون اینجوری خوبه یا اصلا اون اینجوری میپسنده که آقا انتقال تجربه رو انجام بدم بعد بریم سراغ سرگرمی. ولی برای امیرعزت همین انتظار میرفت. من یه چیزی رو بگم، حقیقتا یه ذره ترس داشتم قبل ایونت. انقدر بچه‌ها خفن و باحالن که مثلا من یه ذره ترس داشتم نکنه انقدر دیگه مثلا شوخی خنده بره بالا که من نتونم جمعش کنم. ولی باریکلا دیگه مثلا انقدر همه چی بجا، سکوته بجا، سوالاشون رو پرسیدن و خودت واقعا امیرم خیلی این قضیه رو خیلی قشنگ هندلش کرده. قشنگ خودش مثلا و خیلی خودش میدونی همه یاد گرفتن کلمه هندل الان سوژه بعد مرچش کنید، استیکراتون رو بیارید هندل. آره داریم یه چند تا چیز، ما یه ذره بیشتر بریم جلو، سرینا رو استیکر کنید. این قضیه که خودت توی ایونت و واقعا امیر خیلی همراه، واقعا همراه، یعنی انگار مثلا خودش ذوقی که ما داشتیم برای ایونت و شاید 10 برابرش خود امیر هم دقیقاً در کنار ما داشت. و میگم خودش مثلا میومد میگه بچه‌ها به نظر من الان اینجا این شکلی برگزار بشه بهتره و واقعا وقتی اجرا می‌کردیم می‌دیدیم چقدر خفن‌تر برگزار. آره من یه توضیح در این باره بدم که میگه خیلی همراهه و تمام اینها. من تو ایونت هم به بچه‌ها گفتم، حالا تو ویدیو هم دوست دارم بگم اینو، ما توی این تقریبا 1 ماهی که با هم در تعامل و صحبت و پیگیری و هماهنگی ایونتیم، خب آدم وقتی میره برای همکاری فاز همکاری میگیره. و مثلا آقای زاره مثلا فلان کنیم، آره آقای رستگار به نظر منم فلان، یک شماره حساب لطف میکنید، این میشه داستان همکاریه. ولی انقدر این داستان رفاقتی بود و خفن بود از طرف شما، من خیلی ممنونم. ببین من نمیخوام اسم ببرم، خب من کارمه، با افراد زیادی صحبت کردم و حالا تو داستان سینما تئاتر هم که خودم کارگردانی میخونم کلا آدم معروف دیده شده زیاد میبینم و کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد. یکی شمایی که قربونت برم، خود منم یاد گرفتم دیگه. حالا سر میدنایت خیلی مهمونای زیادی دعوت کردم، بعد همه ماشاءالله معروف بودن دیگه. بعد یکی از کسایی که مثلا خیلی ازش یاد گرفتم، من میدونم اون قسمت رو دیدید یا نه، کارن آرکلیان بود. چون کارن آرکلیان مثلا کارگردان مثلا موزیک ویدیو هر کسی که فکر کنید بوده، یعنی با همه کار کرده، از تو فیلم سینمایی هالیوودی بوده، جلوه‌ای ویژه کار کرده، با دریک کار کرده، با کندریک لامار کار کرده، هر اسمی که فکر کنید بزرگه تو موزیک دنیا این باش وی اف ایکسشو کار کرده. مثلا برید تو یوتیوب مثلا دریک وی اف ایکس زده کارن آرکلیان، یه دونه اسم نوشته فقط. یه همش آدم خیلی گنده ایه. بعد اومده بود مثلا استودیو ما
و من رفتارش رو منشش رو دیدم اصلا گفتم بابا طرف مثلا کل وایسا و عکساش مثلا نمیدونم با مورگان فریمن و اینا بود و اصلا تو یعنی یه ذره غرور تو این آدم نمیدیدی. زنگ زدم بهش دعوتش کردم خیلی راحت از آمریکا هم اومده بود پذیرفت اومد واقعا مثل خودت قربونت برم. از اینا هم یاد میگیره مثلا میگه اصلا اینقدر رفتار طرف درسته نه استاد میشه برای تو. بحث میدونی چیه من از رفتار غرورآمیز دیگران هیچ وقت ناراحت هم نمیشم واقعا یعنی انتخابشه و من همیشه اینجوری بودم که خب خودت برو انقدر رشد کن که طرف بیاد اصلا سمت تو یعنی اینو دارم همیشه با خودم ولی واقعا بعضی وقتا خب آدم جا میخوره یعنی مثلا تو یه نفری رو تو اینستا دنبال کردی مثلا لایک کردی کامنت گذاشتی براش بعد رفتی یوتیوبش هم ساب کردی اینا بعد مثلا یه جا میبینیش زیاد دیدم یوتیوبر جاهای مختلف و میری سمتش بعد طرف اصلا نه تحویلت میگیره نه داستانی و اینکه میگی انقدر خاکی و بدون غرور و اینا خب خودت هم جا داره دیگه. مثلا میگم انا همین شاید آقای کارن آراکلیان یه جایی مثلا دعوتش کنن بعد مثلا لول کار اونا رو میبینه شخصیت اونا رو میبینه شاید رفتارش خیلی متفاوت باشه. خب آدم‌ها باید بتونن انتخاب درستی بکنن. مثلا من وقتی میبینم شما اینقدر کارتون با عشق و دارید اینقدر مثلا با علاقه کار میکنید منم باید همه غرورم بذارم کنار دیگه بگم آقا اینا دارن با عشق کار میکنن منم برم با اینا با عشق کار کنم. حالا یه جایی هست تو میبینی نه اصلا فقط نگاهشون بیزینسیه عشقی توش نیست واقعا بعد خیلی خشک همه چی. خب تو اونجا هم همونجوری رفتار میکنی من اونجا قطعا نمیرم با این صمیمیت کار کنم من چون این از سمت خود شما بوده من تشخیصم اینه که خب منم باید همونقدر مایه بذارم همون انرژی رو بدم برگرده بهشون. اینم خیلی مهمه دیگه یعنی خود شما هم بستگی داره کاملا. حالا این داستان عشق داشتن به کارو که میگی من همیشه گفتم فکر میکنم آدم وقتی به دنیا میاد یه رسالتی تو زندگیش داره که باید یه چیزی رو به پایان برسونه و بره هممون میریم تاش و به نظرم باید یه چیزی از خودت به جا بذاری و بری. دقیقاً همین. و من فکر میکنم که این داستانه برام سکانسه یعنی فکر میکنم انقدر قرار اتفاق خفن‌تری در آینده بشه و انقدر دوستش دارم که من به شما گفتم بحث حالا رابطه و اینا بود گفتم من با کارم تو رابطم انقدر دوستش دارم و انقدر وقتمو پر کرده که مثلا صبح پا میشم واقعا وقتی دارم میخوابم تو خواب میبینم که مثلا تو خواب ایده میاد تو سرم خوابم و ایده میاد. ولی همتون میگم که تلاش میکنید دیگه میگم الان تو این سن و سال مثلا همچین تیمی شدید نمیدونم میرید دوربین اجاره میکنید مرچ میزنید اینا خیلی چیز با ارزشه میکروفون خوب میذارید اینا واقعا میگم مثلا تو سن شما خیلی خفنه شاید من همسن شما که بودم خیلی از شما عقب‌تر بودم و با ارزش دیگه به خودتون افتخار کنید. لطف داری واقعا سکانس چون الان داره ایونت برگزار میکنه با مهموناشه که سکانس میشه و ما واقعا سعی میکنیم مهمونهایی رو بیاریم که برای مخاطب خودشون ارزش قائل باشن برای ما ارزش قائل باشن چون مهمه بالاخره ما و با رفقای سکانس و بله رفقای سکانس حال کنن با این موضوع. من دیگه سر بحث ایونت داستانی ندارم. شما میخواید که بهتره کنید مهمونه خفن بیارید. فقط من یه چیزی کدوم بخش از بخشایی که ایونت برگزار شد و مثلا اگه بخوای بگی که آقا من این بخشش رو بیشتر دوست داشتم کدوم انتخاب می‌کنی؟ ناهار خیلی بخش خوب. بهترین بخش بود انتخاب غذاتون واقعا فوق‌العاده بود. خوب بود به خدا همه حال کردن. هیچ کی فکر نمی‌کرد شاورما بدیم. شاورمای درست. آخه بچه‌ها هی می‌پرسیدن این چند وقت که برنجیه یا فست فوده بعد ما گفتیم ببین نمیدونم نمیدونم اونم سورپرایزه. نه واقعا خفن بود. آره سورپرایز ببخشید خواهش می‌کنم. من با این میزه مشکل دارم. سورپرایز زیاد داشتیم تو این ایونت. آره مانی و سمسنا بودن غذامون سورپرایز بود یادگاری‌ها سورپرایز بود. نه ولی بخش میگم یکی بخش باحال ایونتی بود که هدیه گرفته بودید شما از طرف خودتون بعد هدیه خیلی کاستوم شده شخصی سازی شده باحال واقعا یعنی واقعا یادگاری بود براشون میمونه. آره ما سعی کردیم که یه چیزی رو مثلا برای همه تهیه نکرده باشیم دیگه یه ذره به شخص بچه‌ها توجه کنیم یعنی اسما رو خب زده بودیم روی هر یادگاری برای هر کس و من خودم جدا حالا باز میگم تیم سکانس کاملا تیمه و تعاملیه هیچ وقت حرف کسی نیست ولی حالا من چون سکانس رو راه اندازی کردم و این داستانا به عنوان مدیریت سکانس یه نام کوچیک انقدی برای هر کسی نوشتم و مخصوص خودش یعنی
برای هر کسی جدا. خیلی با مثلا خود من یه نامه مخصوص نوشته برای مونس همینطور. آره من نامه همه رو نشستم خوندم. نشستم واقعا مثلا پروفایل طرفو چک کردم، چنلشو گذاشته بود، مثلا چک کردم ببینم اون پاراگراف آخرش برای همه یکی بود. آره خب پاراگراف یه کنترل وی داشته. آره نه ولی واقعا روی این کارا قیمت نمیشه گذاشت، خیلی با ارزش حرفی اگر درباره ایونت داری خودت بزن تا بریم سراغ یه داستان جذاب که توضیحش میدم. ایونت بعدی کی بزنیم بچه‌ها؟ تو کامنت بگید. دوست داری تمدیدش کنی؟ آره حتما. هر ماه بزنیم. همینجا This is Elon Musk. درسته یاد چیزی آخه اینقدر پیام گرفتم بابا، همه میگن ما نرسیدیم بیام تو رو خدا. ببین من هزاران بار اینو گفتم ولی باز میخوام اینجا بگم، ما اگر سایتمون لحظه آخر مشکل نمیخورد ما تو یه روب نیم ساعت پر میکردیم، ولی چون تلگرام بود و من بعد دونه دونه سین میزدیم مثلا جواب میدادم و اینا 2 ساعت 3 ساعت طول کشید و اینکه خیلی استقبال بی‌نظیر. خیلی دارم میگم بعد دیگه از شهرهای مختلف اومده بودن. آره من نزدیک 200 نفر یکی هم ماهشهر اومده بود، کرمانشاه، زنجان. کرمانشاه اینجا اتاق گرفته بود. آره ما از کرمانشاه مهمون داشتیم که چون اینجا هتل خودش اینجا اتاق گرفته بود، از اصفهان داشتیم، یزد داشتیم، تبریز داشتیم، ماهشهر داشتیم، کرج داشتیم، زنجان داشتیم، قم داشتیم و خیلی خفنه. در مخاطبات گم خیلی دوست دارن. اینو 3-4 بار تو وایس تلگرام بهت گفتم. مثلا من میدیدم یه اتفاقی و بعد اینجوریام که واو، بعد میام سریع بهت میگفتم من ببین مخاطبات خیلی دوستت دارن. شرمنده میکنم آدمو، دمشون عاشقتونم واقعا. آره حالا اتفاقا گفتیم مخاطبا، من یه Q&A گذاشتم ازم کلی سوال پرسیدن. آره گفتم کاراشو تو بکن. اصلا یه هماهنگی کردیم که یه Q&A دقیقاً مخاطبای عالمه سوال کردن. آره استریم تو داشتم دیدم که یکی نوشته Q&A بذار، بعد گفتی که خیلی وقت نداشتیم مخاطب جدید داریم. آره مخاطب جدید بذاریم و اینا. من یه فکری دارم تا من سوالا رو یه نگاه بندازم اینم کدومش رو ازت بپرسم. خودت یه بیوگرافی کوچیکی برای کسایی که تازه میشناسن تو اینا بده و سوالا رو هم بده من ببینم. حتما. ببین من که 5 تا من می‌پرسم 5 تاشون. بچه‌ها هات اسپات می‌کنید اینترنت هم قطع شد. تو رو خدا یه تیکر رو تو پشت صحنه بذار. آماده ای که سوالا رو بپرسم ازت؟ بریم. خیلی هم هست. آره خیلی سواله، من باید جدا سازی کنم و بپرسم. سوال اولی که پرسیدن اینه که تا حالا 5 تا دراگو با هم زدی ببینی چه حالی میده. بله. خب نه حالا جدا از شوخی، یه سوالی پرسیدن که من توی من ندیدم واقعا. نه واقعا سوالا رو ندیده، یعنی الان گوش نه واقعا اینو من تایید میکنم. یه سوالیه که من این چند وقته توی کامنت ها اینام زیاد دیدم، چرا تولد هادی نبودی؟ چقدر میپرسن اینو. دعوت نشه دیگه چیکار کنم؟ تولد دیگه حالا یکی دعوت میکنه یکی نمیکنم. یه سوال خودم یه چیزی میتونم خودم اضافه کنم بهش. کامنت تیکه‌دار بود. نه تبریک گفتم، نه چرا همش بررسی کردن، به خود تبریک گفتم دیگه. خیلی هر کی پست خیلی خشک و بدون ایموجی مبارک باشه نقطه. من تولد مبارک. چی میگفتم؟ یه اتفاقی که افتاده. نه واقعا تولد مبارک. آره. دمت گرم. اگه مثلا اینجوری که تولد دعوت نکنن بعد تبریک بگی. نه آخه تیکشو به خودش انداختم. گفتم پهلوان ابوالفضل دعوت کردیم، ما رو دعوت نکردی. آره تو کانالت هم نوشته بودی که پهلوان ابوالفضل به جمان رفت. یه سوال دیگه که پرسیدن اینه که مهاجرت میکنی؟ اصلا نه. چرا؟ راحتم دیگه اینجا. اوکی. آره خب من همین مهاجرت کردن شما رو نمیدیدم. یه سوالی که خیلی پرسیدن و اینجا هست اینه که موزلند کجای تهران؟ موزلند غربه، شمال غرب. نه دیگه قطعا دنبال این نیستن. بیشتر از این محله بگو دیگه. میدونن همه گفتم شهرانیم ما. آره شمال غرب میشه. آها این نوشته سمت کجای شهرانه. من فکر کردم تهرانو نوشته شهران، واقعا شهرانه. آره شهرانه. نوشته کجای شهرانه. با کوچه باید بگی. واقعا دقیقا شهرانیم، یعنی جای خاصیش نیستیم. خود شهران ناف شهران. یکی نوشته کی قراره ازت سوالا رو بپرسه؟ امیرحسین و سهیل. یه سوالی که پرسیدن اینه که میدنایت چی شد؟ میدنایت من یه سری تجهیزات جدید رو اضافه کنم، سفارش دادم از دبی، داره میرسه، ان شاءالله به زودی شروع کنم. هر وقت برسه من شروع میکنم.
یه سوالی که خیلی پرسیدن و مشخصه که تازه مخاطبت اینه که داستان آشناییت با مونس به چه شکل؟ داستان آشنایی با خیلی سریع و خلاصه بهتون میگم، خیلی سوبر. به مونس داداشش پرشین عروس رو نگاه میکرده، بعد تو ویدیو پرشین عروسی که من هستم، بعد میگه بیا این پسر نگاه چه خنده داره، بعد میگه این چیه، میگه امیر ایزده. بعد مونس میاد ببینه امیر ایزد که میبینه استریمم، بعد میاد تو استریمم و اول من بعدش میاد میگه چه حرف میزنه، مثلا توی درامایی بودم این چند ماه صحبت میکنه شده بقیه جا حرف نمیزنن، میام تو مخش، بعد میاد تو استریمم، بعد حال میکنه با استریمم، یه چند وقت نگاه میکنه و اینا، بعد دیگه با من حال میکنه و دونیت میکنه و شما دقت کردید همه فیلم ها همین شکلیه، یعنی مثلا آدم ها اول میگن این چقدر تو مخیه فلان، بعد یه باشه. آره خواست مخ ما رو زد دیگه. دونیت هم کرد و همین الان پشت صحنه هستن. آره حضور دارن، همه جا هست، همه پشت صحنه ها هست. دمش گرم. واقعا خیلی همراهته، اصلا وحشتناک، خیلی همراهته. خیلی. یعنی یه تیکه بچه‌ها توی ایونت ازت پرسیدن که تا کی استریم میکنی؟ بعد گفتی تا جایی که بشه، واقعا تا هر سنی بتونم. بعد من برگشتم بهش گفتم مشکل نداری با اینکه میخواد تا هر سنی بتونه استریم کنه؟ نه اصلا من اینجوریام که یعنی مثلا الان دارید زندگی مشترکم شروع میکنیم، مثلا یه جایی میگی دیگه بسه، بیا مثلا یه ذره زندگی عادی‌تر رو نه اصلا خیلی مونس واقعا عجیب غریب و منیجرت هم هست. آره کارای مرچ با مونس همه چی دیگه تقریبا. آره یه دو تا سوال دیگه مونده من بپرسم و بدم سوال بقیه بپرسه. یه سوال این که پرسیدن بهترین رفیقت کیه؟ بهترین شایان دیگه نشسته دیگه. شایان رفیق شما رفیق ما هم هست. آره نه دوست شما دوست ما و نه چون شایان خیلی بچه گلیه رفیق ما هم هست. ما با شایان میخوایم بریم یه جایی، نمیگم کجا، چیدیم امشب چیدیم بریم. شایان از کلاس هفتم تا الان که ترم 6 دانشگاه ادمینته. آره دیگه از اون موقع تا الان دمش گرم. خیلی آدم ورقی. چی شد که هم پیدا کردید؟ جدی میگم شایان من پیدا کرد فکر کنم. خب یعنی ما ویور من شد و دیگه بود دیگه مادریتورش کردم و دیگه رفیق شدیم شدید. خیلی هم زیاد بچه‌ها رو ادمین میکنی و مثلا اینقدر آدمای با استعداد و باحال و خداییش رضا مثلا معرفت مثلا یکی از کسایی که من تا وارد شدم اونم ادمین شد، تا وارد گروه شدم مثلا ادمین شد، رضا شد ادمین چنل کلیپا. آره. که بعد اون استریم عالیه که میان میگن چنل کلیپ چقدر خوب شده در خانواده، این که دیگه عادیه بابا مثلا ما. آره دمش گرم خیلی پسر آپدیت میگم ماشاءالله اینقدر همه با همین داستان کامرامنو. آره من تو استریم بودم تا شنیدم رفتم پی وی رضا بودم رضا اینو الان برای من بفرست خواهش می‌کنم. دو تا سوال مونده، یکی هم از پشت صحنه بچه‌ها خواهش کردن بپرسیم. یکی این که کسی بوده که توی این 6-7 سالی که استریم کار می‌کنی و توی 3 سالی که یوتیوب کار می‌کنی واقعا دلتو شکسته باشه و مثلا اینجوری باشه که این سوال من بود. تو یعنی تو کار منظورته؟ آره نه کسی نبود. آره یه سوالم از پشت صحنه بچه‌ها داشتن. چیه؟ میگن که مثلا اینکه امیر ایزد این چند وقته تو یوتیوب آدم آرومتری شده، دراما نداره. اولا تایید میکنی یا نه؟ من آرومتر نشدم، کامیونیتی آروم شده که دراما نداریم دیگه. میترسن ازت دیگه به نظرم. خوبه مثلا میان یه کاری بکنن میگن با ولش کنین امیر ایزد میاد با اون. خوبه آدم برای کی بترسه؟ از خدا نمیترسن، من بترسم. من تو دانشگاه وقتی گفتم با امیر ایزد چیز داریم ایونت داریم و ویدیو میخوایم باش بگیریم و اینا، گفتن که مثلا یه لقب بهت دادن، گفتن FBI یوتیوب فارسی. آره نظر لطفشون ولی آروم، پس کامیونیتی آروم شده. صرفا معتقدی که آره دیگه خودت همچنان اینجوریه که نه اگر کامیونیتی من چیزی تو مخم باشه ممنونم که درست من چیزی تو مخم باشه بعد راجعش صحبت کنم دیگه. آره. کامیونیتی آرومه. یکی یه چیزی نوشته بود، من اینم دوست دارم بگم بعد بریم سراغ سوال. نوشته بود که اصلا امکان نداره که بری با بیگزمو کنار بیای و با هم همکاری کنید به جای دعوا. امکان داره یه آدم خوبی باشه حتما شریکه. اگه آدم بشه، آدم خوبی باشه. آره من میگم اگه آدم خوبی باشه که من مشکلی ندارم، مثلا با شخصش که مشکلی ندارم، رفتارش مشکل دارم. آندرریتد ترین یوتیوبر فارسی، هم پسر هم دختر، هم اوورریتد ترین یوتیوبر فارسی، هم پسر هم دختر. اوورریتد آخه دختر خیلی نداریم که بخوای بگی مثلا طرف اوورریتد یا ببین آندرریتد. یه خودم
ریزست قبول دارم 100% من قبول دارم من اینو نه قبول شوخی میکنم بابا ببین من نه آخه نمیدونم کیو بگم واقعا من میگم خودم مخاطبای خفنی هم داری ولی به نظرم میتونه بیشتر باشه نه حالا عدد و رقمی شو ولی در کل نه اوکیه والا اوورریتد هم بخوام بگم اوورریتد واقعا هادی هایروکس چون تولدش دعوتم دختر اوورریتد کی مثلا داریم دختر اوورریتد بذار فکر کنم دختر اوورریتد اصلا نداریم فکر کنم آندرریتد چی ذهن شما میاد کسی آندرریتد هم پیکسی شاید پیکسی نوشتن اگه یه نفر رو بخوای یوتیوب فارسی حذف کنی کیو حذف می‌کنی؟ یوتیوب فارسی ایران حواشی رو حذف می‌کنم آره واقعا قبول دارم من یه سورت الان ایران حواشی همین الان اسکرین رکورد روشن کرد همینو میذاره تو ویدیو بعدی آخه کاری که میکنه خیلی بده تاثیرش یعنی مثلا نمیدونم آخه ارزش پرداختن نداره آره ببین داره وقت مخاطبو میگیره به یه چیزایی میپردازه که مخاطب اصلا براش مهم نیست بعد میاد به من گیر میدن مثلا من دارم توی کانال تلگرام مثلا با یه راجع به موضوع خیلی ساده با مخاطبم صحبت میکنم بعد این میاد تایتل دراما میزنه واسه اون با طرف این امیرریزنم که همش دراما میکنه من واسه کاری نکردم من حرف داشتم میزنم تو تلگرامم میدونی بعد هم داره وقت مخاطب رو میگیره سر یه چیزی که اصلا واقعا در حد ویدیو میدونی بعد یه چیزی بسازه که ارزش ویدیو شدن داشته باشه مشکلش واقعا فقط همینه نوشتن چی شد که بین شما و هاشم و آروین هم خیلی خصوصیه مثلا یعنی به کامیونیتی ربطی نداره آره نوشتن که بهترین خاطره زندگی واه چیز سختی بود بهترین خاطره زندگیم خیلی چیزا هست قطعا زیاده بعد الان مثلا یکی رو انتخاب کنم به شما بگم فقط مثلا یعنی خیلی زیاد خاطره خوب دارم یکی از بهتریناش مثلا فکر کنم من چون مونس اینجا نشسته برتری داره به همه چیز فکر کنم نمیتونم به خاطر بابام بگم مثلا ناراحت ای بابا اینجا میگه راحت باشه مهربونه ببین بهترین آره نه خب این راحت باشه همه اولش میگه راحت باش داریم بعدش ولی راحت ببین یه دونش بود که با مونس ترکیه بودیم بعد بردمش تو گوگل سرچ کردم خیلی دوست داشتم طلوع آفتاب با هم ببینیم بعد تو گوگل سرچ کردم خفن ترین لوکیشن تو استانبول برای این موضوع کجاست بعد یه پارک خیلی عجیبی توی ارتفاعی بود اونو رفتیم هیچ کس هم نبود ببین اصلا یه مثلا میگم بری بام تهران ولی هیچ کس نباشه واقعا فقط ما 2 نفر بودیم بعد یه ویو عجیب غریب خفنی بود اصلا انگار واقعا تو فیلم بودم اون خیلی خفن بود ولاگش هم گرفتم اون خیلی جز خاطره خیلی خفنم بود بعد همین چند روز پیشم رفته بودیم سالونی که واسه عروسی میخوام بگیریم اونجا رو ببینیم حسش خیلی باحال بود یعنی حس خیلی خفنی داشت اونم خیلی خفن بود بعد یه دونه دیگه هم چیز بود حالا یه خاطره هم با پدر مادر خانواده‌ام بگیش تو استریما که مثلا هر وقت ویویی که می‌خواستم میگرفتم و نمیدونم این کامنتای خفنی که میگرفتم اینا خیلی با دونیتای خفنی که میشدم اینا خیلی حس خفنی داشت با خانواده‌ام بچگیم خیلی خفن بوده یعنی هر خاطری تو بچگیم دارم یه بچگی خیلی خوبی داشتم همش جزو بهترین خاطرات 23 آذر خب برات خاطره خفنی شد خداییش یعنی آره بابا این امروز هم جزو واقعا بهترین روزای زندگیم بود آره انگار نتیجه ما اینجا نشستیم همونجوری آره درست میگی انگار نتیجه کارمو دیدم جدی من چون نزدیک دیدم یه حس خیلی باحالی داشت خیلی عجیب بود نوشتم بین کسایی که باشون دراما داشتی و هنوزم باشون مشکل داری کسی هست که قلبی دوستش داشته باشی قلبی که حالا نه ولی من کلا کسی بدم نمیاد خیلی یعنی اینجوری نفرتی کسی ندارم مثلا الان با فرادیکسه شاید 10,000 تا دراما داشتم ولی مثلا خانومامون با هم قشنگ رفیقن فالو دارن همو یعنی مثلا میگم خیلی صمیمیم با هم اینجوری مثلا نمیگم مونس وای نباید با زن اون مثلا دوست شی اینجوری نیستم واقعا کلا با کسی قلبی بدم نمیاد یا داستان بنیامین افتادم گفتی چون نمیگم وای نگیر باشه اینا آره. چون من همچنان دیدم که کامنت میذارن
که وای بنیامین رفته با فرشاد فولا ویدیو گرفته. آره دقیقاً من خوبم به فرشاد به خود بنیامین گفتم مثلا برو فرشاد فولا ویدیو بهم مشکل نداره. اینکه اومد ازت پرسیده خیلی خفنه. آره یعنی حالا ابراهیم پشت دوربینه ما داشتیم با هم میدیدیم که ویدیو مسیج گفته بعد من آره اومد یه چند روز قبلش آره به من گفتم اوکی تو گفتم منش مشکل نداره. آره خیلی دکارش با ارزش بود واقعا شاید آره کمتر کسی این کارو میکنه آره به نظر. کار خیلی با ارزشی که کمتر کسی نوشتن چی شد که تصمیم گرفتی موز باشی؟ یعنی یه کارایی بود تو رینبو سیکس ستش موزی بود. موزی MOWZIE اینجوری نوشته میشد. بعد من همشون رو برمی‌داشتم. بعد تو رینبو یه دونه چارم میومد رو اسلحه میتونستی آویزون کنی. بعد چارم موز بود. بعد من اینو می‌ریختم رو اسلحه هم چون خیلی بانمک بود. کاراکتر هم موزی بود. بعد هم گفتن که اینم موزه اونم موزه مثلا بیا اسم گنگ تو موز گنگ. بعد تو فورتنایت هم آخه میرفتم یه دونه اسکین موز داشت. آره بعد گفتم راست میگن ما همه جا موزه رو داریم ور می‌داریم. موز خیلی باحاله. بعد انتخابش کردم چون دیدم همه جا المانش هست گفتم بقیه هم بخوان طرفدار بودنشون نشون بدن راهش وجود داره. کار ما هم برای میان وعده دادن همه هم قانع شد. یکی نوشته بنز یا BMW. بنز یا BMW؟ آره ببین من با اونایی که میگم BMW مشکل دارم. چه فایده وقتی نمیتونیم بخریم الکی انتخابش کنیم؟ ولی ببین من تا همین الان تو بگو اصلا لامبورگینی نمیتونم بخرم. تا همین الان نصف راهو چون بین مسی و رونالدو مسی انتخاب می‌کنی باید مشکل دارم. اگر بین بنز و BMW بخوای اونی که من دوست دارم انتخاب نکنی پاوشم میاد. ببین میگم وقتی نمیشه خرید چه فایده داره؟ آقا بالاخره کدوم مدل باهاش بیشتر خب فنش دیگه هم مثلا میگن یکی میگن مثلا داگ پرسن یا کت پرسن اینا مثلا ما داریم بنز پرسن یا کامرا هندلش کرد. ببین از هر کدوم واقعا یه مدل مثلا دوست دارم نفرتی ندارم ولی بنزو ایوه بنز برای مرداست دیگه آخه واقعا بی ام برای پسراست. یعنی واقعا بی ام میبینی اینجوری نیستی که بابا برای پسراست آخه بنز برای مرداست. حقیقت همچنان رست میگن اینو تو ایونت هم جواب دادی ولی به نظرم سوال باحالی اگه استریمر یا یوتیوبر نمیشدی چی کاره میشدی؟ گفتم همون شغلی که داشتم ادامه میدادم دیگه. کار سوشال مدیا میکردم توی شرکتی. کار کلا رسانه‌شون با هم بود دیگه. همه چی کار گرافیکیشون و همه چیزشون با هم بود. همون کار ادامه میدادم. تولید محتوا میکردم برای کسی دیگه. الان در کنار استریمونه که شغل دیگه ای نداری؟ نه اصلا نمیشه داشت. الان همین مرچمو دارم، یوتیوبمو دارم و استریممو. منی که هنوز مثلا اینقدر کارام سنگین نشده سر سکانس آره واقعا کارهای دیگه که توش هستم رو نمیتونم هندل کنم. من اصلا واقعا نمیرسم دیگه اونور که اصلا بخوابم خیلی هندلو دارم زیاد میگم بچه‌ها پشت صحنه دیگه چیکار کنم مثلا درست کنترل چون گفتیم حساس شدی روش ولی آره اصلا نمیرسم واقعا. آره چون خب من نیازم ندارم البته. خوب سوال بعدی که پرسیدن اینه که به نظر تو کدوم یکی از این درامایی که داشتی باخت دادی و اگه برگردی عقب چیکار می‌کنی؟ البته اینکه جوابش معلومه باخت ندی. باخت آخه اصلا برد و باخت من مطرح نبوده واقعا. شخصی نبوده هیچ کدوم دراما. بله سر همین فرق نمیکنه. همشو فکر کنم مخاطب برده. آخه میگم اگه برگردی عقب وارد همه این دراما میشی؟ نه هیچ کدوم وارد نمیشم. یه سوال من بپرسم و بشه فیلم مدارتون میزنه. آره یه سوال بپرسم خیلی بچه‌ها رو مثلا تو همین چند ساعته که شناختی میخوام ببینم نظرت درباره سکانس چیه؟ نظرت چون میخوام از حق وتو خودم استفاده کنم ببینم نظرت درباره من چیه؟ کلا و هر چی که دیگه دلت بخواد بگو. بگو دیگه چه فرقی؟ گفتم بازم میگم خیلی آدمای با سلیقه و با عشقی هستی. میگم که اصلا ارزش قائل میشید. اینو گذاشتی الان اینجا من میفهمم مثلا چقدر عشق توشه. من خودم چون منچه توجه میکنم مثلا این مرچه که الان هست دوربینا نور تک تک این جزئیات نشونه از اما عشق هست دیگه وگرنه میشد خیلی ساده تر همشو برگزار کرد. از روی نمیدونم پولداری و شکم سیری نیست از روی عشق وگرنه میگم چون اینا جزئیاته تو رعایت کردی اون هدیه‌ای که درست کردی همتون کارتون رو دوست دارید. هر کیو نگاه میکنم تو تیمتون داره با یه عشق کار انجام میده و این خودش دنیا واقعا میارزه دیگه. من خودم یه نفرم اینجوریم واقعا مثل خودمو ندیدم.
الان دارم کل شما رو توی تیم میبینم باورم نمیشه، خیلی خفنه. همتون گرم جدی. بچه‌ها یه چیزی من و امیرحسین ما هم شوخی میکنیم. من و سهیل بعضی وقتا توی جمعایی با هم شوخی میکنیم، فکر می‌کنم واقعا می‌خوایم پاشیم بزنیم هم. شاید بعضی وقتا میشه تو رفاقت بعد زدم دیگه. آره. حرفی چیز سهیل حرف آخری داری تو؟ امیدوارم که این ویدیو رو که حالا ببینید خوشتون بیاد. یه فایلاشو بهتون بده. اگه فایلاشو بده هانی بهمون. آره. ایونتی که اومدید کلی بهتون خوش گذشته باشه و امیدوارم که بازم امیرعزت رو ببینم و کلی اتفاق قشنگ میفته واقعا باشه. من خیلی آدم روکی ام، بچه‌ها میدونن و واقعا وقتی با یکی حال کنم خیلی یعنی دو طرف است واقعا. عشق منت. دمتون گرم. این دسته سیاستمدار. نه چرا خداحافظی می‌کنید؟ من حرف ندارم. بچه‌ها حرف آخری نگران اعصابم. حرف آخر داداش به خدا دارم اوتو ضبط می‌کنم. حرف آخری شما اگر دارین با مخاطب‌ها و با ما. حرف آخر عاشقتونم، دمتون گرم. بیاید استریم بیشتر نگاه کنید جای ویدیو یوتیوب. استریم خیلی حال میده دیگه. الان نکنید. بله خیلی. فرد جدید داریم که معتاد شده. آره استریم خیلی حال میده. 12 شب به بعدتون به من اختصاص بدید. و دم شما گرم. امیدوارم که سکانس رو اونجا که دوست دارید ببینید. چکر مخلصی دیگر بدید. و من صحبت کنم. خیلی خوشحالم که تا آخر قسمت اول میزبان همراهمون بودین. خیلی خوشحالم که قسمت اول رو با شما ضبط کردیم. واقعا باعث افتخاره و اینکه امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر کسی هست که دوست دارید ایونت باهاش برگزار کنیم، اگر کسی هست که دوست دارید بیاریمش میزبان باهاش صحبت بکنیم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. نقطه ضعفی اگر هست، انتقادی اگر هست، حتما ما میشنویمش، میخونیمش، بعد بلاکتون میکنیم. نه قطعا سعی میکنیم استفاده کنیم ازش و کیفیتمون رو ارتقا بدیم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهیمون کردید. ساب، لایک، شیر و تمام این داستان ها یادتون نره. واقعا ساب کنید. میبینمتون. حالی که عکسم برای کاور. چه هدیه‌ای به موزه ما تقدیم؟ به موزه سکانس آب معدنی دهنیم. این آدامس الکس فرگوسن.